به چنل بتمن دیفتی خیلی خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو اومدی براتون آموزش گلد و دایموند کردن وسیلاتون و موم بو بهتون آموزش بدم. خب اصلا گلد و دایموند چی هن؟ گلد و دایموند به این کاموهایی وقتی میاید اینجا پایین سمت چپ قسمت کامو که بزنید میاید اینجا، به این رنگ گلد میگن، به این دایموند، داماس و پلاتینیوم اگه اشتباه نکنم. خب اصلا این رنگو چیان؟ این رنگو صرفا فقط به خاطر تزیین نگارن، هیچ قدرت خاصی هم به گان نمیدن، اما زیبایی وحشتناک و زیبایی خیلی زیادش خیلی خوبه. حالا ما اومدیم چطور آقا این کاموها که الان نگاه کنید واسه دیل من بازه، مثلا واسه آرتیک چطور ما این قفلا رو باز کنیم و این رنگای خوشگل رو به دست بیاریم؟ خب اولین کاری که با بکنیم تقریبا واسه هر گان متفاوته و یه مقدار فرق داره. واسه اسنایپ اول شروع میکنیم. اسنایپ نکنید، اول از همه ما باید گان رو گلد کنیم، بعد که رنگ کام گلد باز شد میتونیم گان رو دایموند کنیم. این دوتا هم در ادامه ویدیو بهتون آموزش میدم. این روزا بحثشون جداست. کلا اول میریم واسه گلد، سمت چپ یه سری رنگ و ببخشید سمت چپ یه سری گزینه هستن. خب بعد بزنید روشون، سمت راست سری رنگ براتون باز میشن. حالا ما باید اینا رو باز کنیم. چطوری؟ ما باید یه سری ماموریت ها رو انجام نکنید 1 2 3 تا 4 تا 5 6 تا هستن که سری ماموریت هستن. باید همه این قفلا باز شن، همه این قفلا یعنی همه اینا باز شن تا رنگ گلد براتون باز بشه. حالا یه سری میژنه، من اینا رو براتون ترجمه میکنم توضیح میدم. خب گزینه اول، شما باید 350 تا کیل با این گانه، مثلا هر گانی که هست باید بگیرید، اما فقط اسنایپ باشه. الان من دارم آموزش اسنایپ میدم، هر گان بحث جداست. واسه اسنایپ اول از همه 350 تا کیل باید بگیرید، کیل معمولی، هیچ سبک خاصی نمیخواد. گزینه دوم، شما باید 45 کیل به صورت نشسته، یعنی بشینید و آدم بکشید، مثلا میشینید این میگیرید و میسنید. خب به این شکله. گزینه سوم اینه که 120 کیل از راه دور بزنید. از راه دور دیگه خودتون میدونید چطوریه، ولی خب ببینید از راه دور زدن حواستون باشه وقتی که تیر میزنید بالای سر مدال و چنان چیز براتون میاد، اونور باید براتون بنویسه لانگ شات یا همچین چیزی، علامت تیر که از راه دور است میاد. اگه اون علامت بیاد یه دونه امتیاز، یه دونه پوینت براتون به حساب میاد. گزینه بعدی اسمش تایگره. پشمام اینجا با شما باید 125 کیل به صورت فول اتچمنت، یعنی چی؟ به این چیزا میگن اتچمنت. شما باید 5 تا، یعنی کلا 5 تا میشه اتچمنت گذاشت، هر 5 تا رو بذارید و برید آدم یعنی کیل بزنید. در این صورت شما اینجا پوینت به حساب میاد براتون. حالا گزینه بعدی اینه که 50 تا کیل به صورت هدشات، یعنی 50 آدمو تیر بزنید تو سرشون رو بکشیدشون، اینجوری میگن هدشات دیگه، همه میدونن. گزینه بعدی 60 کیل بدون اتچمنت نکنید، یعنی همینجور خالی خالی بدون هیچ چیزی برید 260 تا کیل بزنید. حالا یه چیز دیگه هم هست، مثلا شما میگید که من نشسته بودم از راه دور تیر زدم، هدشات خورد، بدون اتچمنت بودم. خب در این صورت هم کیل معمولی به حساب میاد، هم کیل نشسته به حساب میاد، هم کیل از راه دور، هم هدشات، هم بدون اتچمنت، یعنی واسه همشون به حساب میاد. شما یک کیل اینطور بزنید برای همشون به حساب میاد. خب ولی پیشنهاد منه که یکی مثلا اول اینا رو کامل کنید، بعد برید سراغ یکی. این مثلا ترکیبی که برید یه جور مثلا خیلی سخته، اول یکی میجنا رو کامل کنید دیگه. متوجه شدید؟ این از اسنایپر بود. من سراغ اسولت رایفل. حالا واسه من AK-47 رو ندارم، شما واسه دارم بذارید اسم10 یه رایفل معموله، همه یه اسولت رایفل همین شکلیه. خب واسه اسولت رایفل یه خورده سخت تره، 600 تا کیل باید بگیرید، 600 تا کیل عادی بگیرید. گزینه بعدی اینه که 50 کیل به صورت هیپ فایر، یعنی که بدون اینکه ایم بگیرید و دوربین بگیرید تیر بزنید و کیل بزنید. گزینه بعدی 80 تا کیل از راه دور بزنید، دیگه میدونید چطوریه.
گزینه بعدی 120 چی؟ 125 کیل فول اتچمنت. همه اتچمنت رو چه کامل کنید. همه اینا هم دقت کنید، اصلا داخل بتل گل دایموند کردن عذابه. خب یه روش بهتون میگم راحت داخل مولتی، آخر ویدیو بهتون میگم همه گاناتون رو یه روز دایموند رو گلد کنید، خیلی هم راحته، آخر ویدیو بهتون میگم. حالا گزینه بعدی اینه که 100 کیل به صورت هدشات بزنید. میدونید دیگه چیه؟ 80 تا کیل بدون اتچمنت. این شد از اسولت رایفل. خب واسه همه گانای اسولت رایفل طوریه. LMG هم کم کسی دیدم بره سراغ گلد و دایموند کردن، ولی خب ما دیگه معمولیم و معذور. بذار من چیزاشو باز کنم. خب واسه LMG ها برای خودمون شما 400 تا کیل به صورت 400 کیل معمولی بگیرید، معمولا همین اولیه کیلوی معمولی، 400 تا کیل معمولی، 45 کیل به صورت هیپ فایر، 45 کیل از راه دور، 125 کیل با اتچمنت کامل فول اتچمنت، 50 تا کیل به صورت هدشات، 60 کیل هم بدون اتچمنت، تقریبا مثل همون اسولت رایفله. آره فقط یه خورده پوینتاشو کمتر کردن که خورده آسون تر بشه. خب میریم سراغ SMG ها. SMG کلا داستانش فکر متفاوته. این فکر کنم آره من خیلیش کامل کردم به نظرم. بذارید بریم میگانی که مثلا POW. آره خب نکنید شما واسه SMG گلد کرد، نه همه گلد کردن ها. خب 400 تا کیل معمولی، 75 کیل هیپ فایر، 45 کیل از راه دور، 200 کیل فول اتچمنت، 80 تا کیل هدشات، 60 تا نو اتچ. ببین فکر کنم SMG و رایفل و LMG کلا یکی هن، فقط مثلا پوینتشون متفاوتن، ولی شاتگان کلا نمیدونم دیگه چطوری، ولی فکر کنم اینم من همه اینها رو گولد کردم بچه ها. خب بعد الان نمیدونم چطوریه این، من همه شد میخوام چون پلاتینیوم نه این هست. شما 300 تا کیل معمولی، اینو هیپ فایره. خب هر چقدر بود هیپ فایر باید بزنید. اینم احتمالا از راه دور فول اتچمنت هدشات، اینم احتمالا آره هدشات، و اینم بدون اتچمنت دیگه. تقریبا مثل همه، فقط پوینت ها متفاوته. این شد از ترجمه هاشون. حالا ما کجا ببینیم چطور دایموند کنیم که مثلا سری گلد و دایموند کنیم. واسه اول آموزش دایموند رو نگفتم بهتون. بیور واسه دایموند کردن الان بهتون میگم. نکنید واسه دایموند کردن اسنایپ همه گانا یه شکله، یعنی هیچ تفاوتی نداره. فقط اسولت رایفل 150 تا، این 120 میبینید یکی از 120. شما باید داخل هر مچی که پلی میدید 10 تا کیل بزنید. خیلی آسونه. مثلا یه مچ که استارت بکنید 10 تا کیل با این گان بگیرید، یه دونه پوینت به حساب میاد. بیشتر از اونم نمیتونید بگیرید، فقط 10 تا کیل بگیرید یه پوینت به حساب میاد. دیگه هیچ فرقی نداره، هر چقدر باش کیل بزنید دیگه هیچ فایده نداره. بعدش دیگه میتونید سویچ کنید گان دیگه. 120 تا همین، هیچ تفاوت نداره. فقط اسولت رایفل 150 تاست دیگه، متوجه شدید. حالا واسه گلد کردن وای یادم رفت نایفا رو بهتون بگم. نایف خیلی مهمه. واسه گلد کردن دایفا شانس ما یادمون میره. ببینید بابا اینم چرا من همه رو باز داره. خب واسه گلد کردن نایفا 50 تا کیل معمولی، 30 تا کیل از پشت، 30 تا
چی؟ 30 تا کیل به صورت نشسته، 30 تا کیل 2 تا کیل داخل 30 ثانیه، 1 پوینت به حساب میاد. 50 کیل به صورت دیتایل یعنی طوری که بدون صدا پا باشه و انمی نفهمه، یه همچین چیزی درسته فکر کنم. اینجا 3 تا کیل تو 18 ثانیه که مثل قبلیه که هر 3 تا کیل داخل یه 18 ثانیه یه دونه پوینت به حساب میاد. این شد دیگه از گلد کردن. واسه دایموند کردن نایفا وقتی که گلد بشن شما باید 500 تا کیل بزنید، 500 تا کیل عادی بزنید دیگه دایموند میشن. خب بالاخره میریم سراغ این. واسه گلد کردن هم گان و هم نایف میایید هارت پوینت. واسه گلد و دایموند کردن نایف و واسه گلد کردن گان میاد روی هارت پوینت. هارت پوینت داخل شیپمنت هم کوچیکه، میتونید سری کیل بگیرید. من شاتگانامو حداقل نصف بیشترشون رو داخل یه روز گلد کردم. خب اینجا راحت هارت پوینت استارت میکنید، معمولا یا بات میفتن یا مثلا انیمای نوب میفتن، همین زمین کوچیک هی کیل میزنید تا گلد شه، ماموریت های گلد انجام میدید. اما واسه اسنایپ وقتی که بخواید تیر از راه دور بزنید همین هارت پوینت رو انتخاب کنید، بیاید به مپ کراس فایر اینه. بعد چون که مپش بزرگه و یه طوریه کلا دیگه فکر میدونید خوراک اسنایپه و راحت میتونید من اونجا چیز کنید. منم حتی تندرا مدیلم اونجا گلد کردم، خیلی هم خوبه، اذیتم نمیشید. واسه دایموند کردن میاد روی فری فور آل شیپمنت و واسه دایموند کردن گانا استفاده میشه معمولا. واسه نایفا کلا فقط هارت پوینت بره میدید. بیایید اینجا، چون ببینید کلا 6 نفرید داخل یه زمین داخل شیپمنت، بعد همتون یعنی خر خره. خب این خر خره بعد تا 20 هر کی زودتر 20 تا کیل بگیره بازی تموم میشه. شما فقط 10 تا کیل با اون گانی که گلد دارید بزنید، یه دونه پوینت به حساب میاد. همینطوری بازم کلا یه دقیقه هم طول نمیکشه، 1 دقیقه 2 دقیقه. ما گانام همین یه هفته که من اچ هم کردیم مثلا همه اینا رو اینطوری دایموند کردم و امیدوارم ویدیو براتون مفید باشه. لایک کنید، لایک و ساب و دنبال و زنگوله و منگوله و همه اینا فراموش نشه. قربان همه، فعلا.